واسه حرمت چشمات تنگه، دوباره این دل دیوونه واسم دلتنگ. وقت از تو خوندن ستاره ترانه ها، اسم تو برای من قشنگ ترین آهنگ. بی تو یک پرنده اسیر بی پروازم، با تو اما میرسم به قله آوازم. اگه تا آخر این ترانه با من باشی، واسه تو سقفی از آهنگ و صدا میسازم. با یه چشمک دوباره منو زنده کن ستاره، نذار از نفس بیفتم توی تنها راه چاره. آی ستاره آی ستاره، بی تو شب نوری نداره. این ترانه تا همیشه تو رو یاد من میاره. سه برخوام تورا دارن اینجا مشهد. آقا ایجی باشن سه برخوام. نه من یه خانم یک دونه تورا در آوردن آقیاقون مشهد هستن. یک کاراشو بخون. این شهر مشهد سه تورا اثرا آمور میاد میپرسن از ما اینجا مسجد کریمی کجا میان از راه کفتان میگن میرن میرفتیم بالا میشستیم زنا بالا میشستیم برو از اون ایمیل زنا رو میگن الان به صورت اینجا الان خودش رد کنسه تکلیل میشه اینجا پشت کنیساس یه حیاط این سمت داره، یک حیاط اون طرف. شاید بیا بریم این حیاط پشت کنیساس. دلم یه هم زبون میخواست، سرم یه سایه بود میخواست.
مهربون میخواست. تو ناجی من شدی باز، رسیدی در اوج نیاز، شدی برام مثل یه باد، خدای عشق بنده نواز. از دل من غافل من، اگر تو ناجی نبودی دلم میشد مشکل من. بیش از اینا چه بین جمع چه تنها قشنگ نبود دنیا به چشمم اینجا. تو اومدی دنیامو زیبا کردی مثل یه آرزوی خواب یه رویا. عشقامو پاک کردی به روی گونه، ببر کشیدی منو عاشقونه. فرشته نجات من شدی تو، عشقت واسم هدیه آسمونه. از دل من غافل من، اگر تو ناجی نبودی دلم میشد مشکل من. دلم یه هم زبون میخواست، سرم یه سایه بون میخواست، تو دنیای نامهربون یه یار مهربون میخواست. تو ناجی من شدی باز، رسیدی در اوج نیاز، شدی برام مثل یه باد، خدای عشق بنده نواز. قسمت چه خراب کردن الان، یا بگی باقی بگیر لیکن بیا اینجا از من بگی اون گوشه باغ شاتوت داشت، بگو اون گوشه درخت شاتوت بود اینجا جلو ساختمون. الان زمستون این درخت‌ها همه خشکه. اون گوشه درخت شاهتوته. 2 سال پیش ما اومدیم تمام راه پر از شکوفه بود. 2 سال پیش ما اینجا بودیم تمام این درخت‌ها شکوفه و سبز و حالا من میرم اون آب انبار اون زیر بود تمام شد بود. من اینجا میرم آب انبار بگیم این ساختمان نهاشی بگیر این قسمتش خراب شده این قسمتش موجوده. بگیم اینجا اون گوشه رو بگیر اونجا مشکل باشه. آب انبار اون آب انبار اینجا آب انبار بوده. اونم ساختمان بگیر ساختمان نهایی ساختمان نمای ساختمان گوشه رو بگیر اون گوشه خراب کردن تازه. من دارم همینطور میگردم که تمام قسمت هم یک استخر کوچولوه. بگه هرچی خیلی باقی یه خاطر اون گوشه هست کاری بوده خراب شده ولی اینجا آب انباره. اینقدر من از این شعبان بگم یا نگم من زیتون بودم یا نگم نگم از زیتون بودم هم یه کار من گرفته میشه تو پر نه یه باقی شانه
برو بده بیا بریم شینه بریم شب. یه لحظه صبر. نه الان بگیر. از فلا نه قابل نه. من میرم اونجا رو شینه بگیرم. ببر بالا. کدوم پله ها؟ از اینجا از گوشه گرفتیم که خراب کردن. این آواد پایین داشتیم. اینجا باغ آقا عبدالوهابه. دکتر یوسف. همه آزارو دوران موشکباران اینجا بودیم. چقدر خوب بود و خوش گذشت. اینجا اومدیم کلی عکس گرفتیم. جای خودشون خالی، جای اونایی که اون سال بودن. بریم. به خانم، به لیلی خانم و همش سلام برسونیم. بعد سلام هم بگین خنت آبادون بابا وقت زندین ما را از اینجا خلاص کنین. ما به همینجا از بالا شما گرفتاره مونده ملا تلا. این بقلت بگن در ببریم به همون دادگاه به همون جناب ببریم شاید خود من بتونیم یا کار برتا بکنیم. خب حالا بیا حاج خانم اینجا پر کنور با هم عکس بگیریم. نون چه کنیم ما؟ آها خانم بچسبونم حیف که چیزی. این گاوه بسته هست یا نه؟ نه تمیز داشتیم. اینجا رو بگیر. الان نه. اینگاه که بیزاد هست خانم؟ خب دیگه دو سه ماه دیگه هم ازده انشالله تا وقتی که بیا. من به نظرم دوقلو میبینم گاه بزن. نگاه خدا خیر بکنه. من دوقلو میبینم. انشالله. خب گرفتم پلو تنور وایسادین بیاین. تنور نشون بده. نشون دادم دیرم. حیف که. به به. من میگم اگه برم یه وقت بکنم. تبریک هم گفت راستی برای دخترشم تبریک بگه. برای نغمه. برای نغمه این تبریک بهش بگین که نغمه رو عروس کرده. ایشالله وقت احمد یک شیرنی کلون هم بیاره. خب خدا ببخشید خیلی زحمت دارم. سلام علیکم. ازش بخوای برای سنگ تموم بذاره سنگ تموم بذاره رای بسته باشه هیچ کی غریب نباشه صورت و شکل هیچ کس مردم فریب نباشه مردم فریب نباشه
شفا بده مریض و خط بزنه ستیزا رو هیچ دیوار و بومی نخونه جغد شومی نخونه جغد شومی دعا کنیم رهاشن اونا که توی بندن از بس نباشه نااهل زندونا رو ببندن زندونا رو ببندن خودش میدونه داره هر کسی آرزوی این باشه آرزومون نریزه آبروی نریزه آبروی دارم میگم بس دیگه خبر بزرگ باز بعد رو همه خبرنگار من